با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بسیار عزیز و بین‌نهایت ارجمند. ما امروز در صحبت خرد یک مهمان بسیار عزیز و ارجمند را دعوت نمودیم و خواجه عبدالعزیز اشوریان را به برنامه بسیار خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدید. پیش از آغاز پیام و درود به بیننده ما دارید. مرحبا. تشکر زیاد. سلام علیکم بیننده عزیز، بیننده هوشمند و ذکی. من عبدالعزیز اشورов، راهبر تشکیلات جمعیتی خیریه آزاد که مدتی چند سال است که در سیستم نظام خدمت رسانی اجتماعی برای توانبخشی کودکان معیوب سر و کار داریم، فعالیت داریم. خیلی شاد شدم که ما رو به صحبت دعوت کردید. بسیار خوش آمدید. ما هم بسیار شاد شدیم. پیش از آن که خواجه عزیز ما شما رو برنامه دعوت کنیم و پیش از آن که به شما سوال دهم، میخوام یک داستانی، یعنی سببی دعوتی شما را برای بیننده عزیز بفهمونم که ما یک روز یک ترینینگ داشتیم با بچه ها در اطراف دو شخصیتی که بسیار مشهور و سطح جهانی هستند و معلولیت جسمی داشتند. داستان آنها را نقل کردم. یکی کیارا باردی که سال 2018 در ایتالیا در بین زیبا صنم ها جای اول را گرفت و دومی نیک وویچیچ. وقتی که لیارا باردی سال 2018 جا را گرفت، بسیاری ها او را در برابر آنکه تعریف کردند، در برابر آنکه رو تبریک کردند و یک گروه زیادی آدما نیز او را بسیار سرزنش هم کردند. کیارا باردی را گفتند که تو که معلولیت داشتی، مردم به خاطر دلسوزی به تو آواز دادند که تو جای یک کم سزاوار کردی. و کیارا باردی یک جواب بسیار زیبا و یک پاسخ بسیار عجیب داد که پاسخ کیارا باردی این بود که او گفت که درسته که من معلولیت دارم، اما من ثابت نمودم و من امروز اثبات میکنم که شما نه دل دارید و نه روح دارید. به خاطر آنکه تلاش من برای جا گرفتن نبود، تلاش من برای این بود که من به جهانیان ثابت کنم که انسان در هر دشواری که افتیده باشد هم، حتی پایش را از دست داده باشد هم، او میتواند پیروز شود و میتواند که زیبایی های زندگی را جشن گیرد و استقبال گیرد. پیام من این بود برای اون نفرانی که امروز مثلا مثل من معلولیت دارند، آنها نباید در روی دیوان مثلا دیوان رو اجاره نگیرند و تماشای تلویزیون به فلان و فلان دیگر وقتشون صرف نکنند، اما آنها میتوانند پیروز موفق شوند و حیات چندین نفرهای دیگر را نیز زیبا و رنگین نمایند. خوب، دیگر مثالا رو اینجوری آوردم. یکی از شنونده های ما سوال کرد، گفت که در جامعه غربی به این گونه انسان ها دیگر خیلتر نظر دارند، دیگر خیلتر توجه دارند، اما در جامعه ما این گونه افراد نیستند. و من برای اون یک مثال آوردم که ما یک رفیق دوست داریم با نام عبدالعزیز اشورov که یک داستانی خیلی زیبا از خود ساخته که من فکر میکنم شنیدن این داستان برای بیننده ما بسیار جالب خواهد بود. و بار دیگر بسیار خوش آمدید خواجه عزیز. پیش از آن که ما در اطراف مثلا مفهوم معلولیت که سخن میگویم، من پیش از آن از شما بخشش میپرسم که این عباره، این مفهوم را نسبت شما استفاده میبرم. حالا آنکه مثلا بعدی تحقیق و تحلیل ها و آموزش ها ما به این نکته رسیدم که انسانی که سالم است و اندیشه خراب دارد معلوله. درست. لیکن انسانی که جسماً معلولیت داشته باشه و اندیشه بکر و تازه داشته باشد، او سالم است. درست. یعنی اندیشه تفاوت ایجاد میکرد بین سالم و ناسالم. خوب، بیایید یک داستانی زندگی نامه خودتان را برای بیننده ما قصه کنید، بعد دوام سوال جواب میگذاریم. بهترین. پیش از آن گازر چخیره گفتید که نگاه غرب امروز نسبت شخص های معلول دیگر خیلی است. اگر شما با خوبتر میدونید، از طول تاریخ شخصیت های معلول هنگامی تولد می شدن
زیر اندیشه های مثلا میفولوژی دینی و میفولوژی های عنعنه های شریعتی سنتی هر یک دین هر یک جامعه قرار می گرفتن. اونا را مثلا هر یک دین به یک ابراز توصیف میکرد. اینا را میگفتن اینا که مادری که معلول تولد کرده است این همنشین شیطان است، اینا باید چجوری چه صادر کرده که فرزندش به این گونه گرفتار شد و امثالی. اینا مثلا به اصطلاح خدازده هستند. همین چیزها را حالا که معیوبیت یا معلولیت خود جامعه تولد کرده است. معیوبیت از آسمان هم که نفتیده است. جامعه تولد کرد. انا ما برمیگردیم سری داستان زندگی خودت. سری کلمه معیوب یا معلول. اینا مثلا در جمله ما گرفتن و معلول یا معیوب کردن که حالا آنکه این هر یک مفهوم. اینش ریشه عیب گرفتش، این علت داره. این کلمه ها در حالت یک چیزی منفی میرسونن برای تأثیری منفی. تأثیر میرسونن. مثلا دوستان ما همش یک شخصی معلول، همش یک معیوب جای یکون پوشیدش نیست. وقتی که من چشم خودم شناختم در سن 7 سالگی، من احساس کردم که در تمامی بازی های کودکانه با یار رفیقا از بعض بسیار چیزا محرومم. بعد احساس کردم که من یک نارسایی جسمی دارم. هر باره که مثلا یار و رفیق و همسالا به یک بازی ها مشغول می شدن که من همون کار نمی توانستم، همین قدر یک احساس ناامیدی مرا فرا می گرفت. اما ما کوشش میکنم که با دیگر نمود بازی ها و با اونا شریک شویم، سازگاری کنیم، اونا را مطابقت میشدیم، با دوام دادن میگرفتیم. همون چیزه، همون یک فعالیتی بود، همون فعالیتی بچگانه. لیکن الکی انسانی که معیوب یا معلوله حتی روحاً هم معیوب میشود. با اون معنی جسم به روانی آدم تاثیر میرساند. جسم نه، خود جسم تاثیر نمیرساند، خود برخورد جامعه به همین شخصای معیوب حتی روحی معیوب هم معلول میکنن. یعنی که معلول به اون معنی که او در یک حالت بسیار دپرسیونی و در یک حالت استرس و اضطراب قرار میگیره. او همه وقت با یک مکالمه داخلی درونی با یک منی که در خود می آفرد همه وقت گفتگو میکند که من کی هستم در این جامعه؟ چرا مردم خیلی مناسبت میکنن؟ خب بیاد به این سوال برمیگردیم آخر. حالا بیاد خواجه صنفی وقتی که شما به مکتب میانه قدم نهادید در چند سالگی به صنفی نخستین رفتید؟ شما 7 ساله بودید یا 8 ساله یا 9 ساله؟ 7 ساله. یعنی شما هم مثل دیگر افراد در 7 سالگی وقتی که ما 7 ساله شدم و میخواستم که به مکتب میرفتم، اما سحری که بود خدا بیامرز یکم سپتامبر سال 1988 یا 88 خدا رحمتی پدر آمد، همه در اول محیط خانواده شتگیم گفت که امروز یکم سپتامبر است و من دیرکتور مکتب قطعی مصلحت کردم خواجه به مکتب میرم. خواجه باید به مکتب روم. بعد خدا رحمتی بابام که اشتراکی جنگ بزرگ وطنی بود، بسیار یک انسان جسارتمند در زندگی بود. یک انسانی بود که هیچ محل در زندگی خودش مغلوب احساس نمیکرد، همه وقت غالب بود. گفت که نه این مکتب نمیره، اینم من تا زنده هم من نگاش میکنم، اینم من خودم تربیت میکنم. حالا اون نمیدونست که زمانی میشود دنیای فانی را پدرود میکنه. این را کی نگاه میکنه دیگه؟ همین بین صحبت ها دیگه او خاطره در یادم نیست. پدر من به مکتب برد، مثلا من معیوبی هم دست ها هم پای راست نیست، پای مصنوعی است. پدر ما را پشتواره کرد یا بغل کرد برد بین همسنفا ماند و
خب ما مکتب سر کردیم. وقتی که من خودم در یک گروه همسنفا احساس کردم که همه شناس همه وای آدم یک دیار یک دیه یا دیار مکتب بود ختم کرده با یک به سربلندی ختم کردیم. نه که زمانی که مکتب و خانه ما خیلی فاصلش نزدیکتر بود، من همین قدر مهر خوندن و مهر مکتب در دلم جا شد که روزهای بارانی و روزهای برف و بارون من مثلا با دست و با پا و با زونی و حتی هم سنفا می آمدن من پشتوار کرده می بردن. پشتوارم کرده می بردن. مثل که برف می برید کوهستان با برفگیریش خیلی زیاده یا حتی که هم سنفا می آمدن می گفتن که عبدالعزیز نیسته، گفتن که برف اگه نمیتونه اومدن می آمدن پشتوار کرده می بردن. خلاصه که ما به همین یک فضای بسیار به یک مهر ما مکتب سربلندانه ختم کردیم. آرزو داشته به دانشگاه داخل شدیم که دانش با تکمیل تیم، اما شرایط جسمانی ما این چیز دست نمیداد که ما هنوزم مثلا سنی 18 ساله شدیم، هنوزم با زونه را میگردیم، هنوزم با دست را میگردیم. بعد رحمتی بابام گفت که خب بچه‌م همه خوب خوندی و نه که اون شهر شرایط شهر تریگون کس در کار اینستیتوت برد و بیارد و بچه که همه خوندی دیگه من ناامید شدم. 6 تمامی خیلی میرفتم. برای دیرکتور مکتب آمد، بسیار شخصیتی فرهنگی خوب است، علم دوست آمد گفت که همین عبدالعزیز ما در کتابخانه مکتب کار میگیرم. چون دیرکتور مکتب خوب میدونستن که شما با خوندن با کتاب بسیار ذوقی زیاد دارید. اون کس نظم میدونستن که من نظم میخونم. بعد گفت که من شما را میبرم در کتابخانه مکتب کار میگیرم و حجتاتون در کالج آموزگاری ناحیه مسشا شهرک بوستان بخش غایبانه داخل میکنم. وقتی که من همین سخنه که همین شنیدم الکی تصور کردم که ما الکی در کالج آموزم. بله ما را بردن با کتابخانه و خیلی حجت ما باعث کتابدار کار باعث کتابدار کار آغاز کردیم. با همون احوالی که زانو و دست خطی می رفتیم. انا اینجا با مروری که انسان همه وقت با کتاب و با مطالعه و با آموزش که باشی، همه وقت همین یک به نیروی داخلی خودت اعتماد داشته باشی. به یک وقتی که انسان همه وقت مثلا آدم معیوب، مخصوصا معیوبان بشنگه من معیوبم و همین قدر داخلیش هم معیوب شدن میگیره، همین قدر نیرانهای عصبش خراب شدن میگیرن، همین قدر نیرویی که او را به جنبه های مثبت و به پیشروی همونا را خودش در داخلی خودش نصف میکنه. در همین مرور زمانی که مثلا حاضر من قصه کردم، همه یک چیز من احساس میکردم که در داخل خودم من یک عبدالعزیز دیگه هست که مرا میگه که تو میتونی. من ندانم کندرونی من خستدیر کیست؟ من میگه که تو میتونی. یعنی که من یک نفره که شخصیتی که امیدوارم، کسی که مرا میبینه یک انسان بیغم به خیالش که تصور بکنه یا بهتون بیغم. لیکن من احساس میکنم که من میتونم. برای چی احساس میکنم؟ برای که من به خودم اعتماد و باوریم خیلی زیاد بود. وقتی که انسان به ارزش‌های درونی خودش قائل است، به نیروی داخلی خودش اعتماد میبندد، او با تمام مشکلات ها و میتواند عبور طاقت میکنه. ولی هم طاقت میکنن هم عبور هم میکنه، هم میگذره. پیله پیله بعد تا ملاقات خدا میرسد. یعنی همون چیز. وقتی که من احساس میکردم که من میتوانم، من یک شخصی معیوب نیستم. من کی گفت معیوب؟ من معیوب نیستم. وقتی که با جامعه برخورد میشد، میگفتن که این معیوب است، این او جشنونه، خیلی معیوب هایش نگوید او فریادش نکنه، او بیچاره گوجون میبیاید. یعنی کلمه های عباره و تعبیرای بودن که
من با وای میشدم، خسته میکردم. خسته میشدم. بعد میگفتم این چی است؟ لیکن با به خودم اعتماد داشتم. نه تو میتوانی. تشکل دادن همین نیروی درونی با تشکل دادن نیروی درونی به اعتماد باوری خودت، با عکس العمل نشان دادن به فعالیت‌های جامعه تشکل می‌یابد. خواجه این من فکر میکنم که این اندیشه ها پس از مثلا ختم دانشگاه و مثلا تجربه ها و امروز شما اون امیدواری و اون جسارتی که در باطن خودتون داشت با قبل حضرت اقبال ضرب خود را آزمودن زندگی است که ضرب خودتون امروز می‌آموزید، حالا به این برمیگردیم. نه درست. حالا بیاید داستانی آن که فاصله که شما در کتابداری همچون کتابدار در کتابخانه فعالیت میکردید، بله، و تا جایی که مثلا من شما رو میشناسم، شما یک خوابی شما با پرورش مرغ و مثلا زرگوشتداری و سگداری و امثال این بود. یعنی در برابر این کارا شما به این کارا ضبط داشتید و من فکر میکنم اوج داستان زندگی شما در فاصله ختم مکتب، یعنی در فاصله داخل شدن به کالج آموزگاری و دانشگاه، یعنی در هنگامی که شما کتابداری مکتب بودید، یک انقلابی، یک رنسانسی گویم باطنی شما همون وقت ظهور کرد که بله. شما برای خودتان یک داستان ساختید و من حالا میخوام بیاد این داستان رو برای بیننده ما نقل کنیم. من برای چی او اندیشه ها را گفتم، همون زمان همین چیزها در فکری من بوده است که من وقتی که من کتابخانه میرفتم می آمدم خانه، همون یک انرژی درونی باوری اعتمادی من زیادتر می شده. بعد شرایطی جسمانی که دست نمیداد، به قول شما من بسیار وقتها با مرغ پروری و سگ و این چیزها میگذارم. برای بیزنس، تجارت، برای درآمد، برای درآمد، برای که یک حالتی تفریح، حالتی که زندگی خودتون آرام کردم. بله. در همین فاصله یک روزی از روزهای بهار سال 2000 99 2000 سال 2000 الکی ما مکتب ختم کردید، 2 سال بعد تنفس، بعد کتابداری. بله، سال 2000 در ذهنی من، در فکر من ساختن پا الکی ظهور کرد. ریشه دوانی پروژه شده، لایحه‌اش اومدن گرفت. این همون وقت زمان آمد که چند جا منم مراجعت کردن، مثلا در کشور ازبکستان، تاشکند رفتن، نماینده پیشتبارا اومدن، دوشنبه اومدن، چند جا مراجعت کردن که میشد ببینم یک پا ساختن. و از چند جا اطلاعات اومد که نه امکانه نیست من ساختن، برای اینکه او پاش باید این خی کنیم و او خی کنیم. هر باره که همین چیزای ناامید کننده بر من می اومد، من بر اساس عکس العمل من میتونم، من باید تونم. انا یک روز با هم پشتی خانه‌مون خرید درختزار سفیداری جنگلی. بعد رفتم که یک درخت غلط اوندیانا انا مقا کنده شکل کندش سودگی برای گوشت میده کنی. برای گوشت میده کنی. به چیزی بود که همونا گرفتم و آوردم. خودتون برداشتون نیست تو؟ برداشتمش اومدم. این خیلی موندمش استاد. این خیلی موندم استاد. اگر اجازه بشه من خیزم. نه راحت باشه. نه مثلا من نشان تیم. خب. بعد این پا که از اونی پایانش نیست، از اونی بالا هست میده چه؟ این پا رو گرفتم بالا و بودم راست استادم ده. استادم گفتم میشد است که هم خیر. گفتم ازش خلاصه اگر ما انی خیل اگر تصمیم بندیم و انی خیل کنیم ما به همین کنده درخت را گشتن کنم میشده. همون وقت 6 تامو با اسبابی وای اینا تراشیدن در کره، اینا با چین چاق کردن در کره برای اینکه با شیم درایدگری در کره که رفتم خونه کرده گرفتم. رحمتی بیبیم گفت چی کار میکنی کرده؟ من بیبی همین دری مرخانه را اساس کنیم.
و اونا میدونستن که هر روز من میرم همین از سر خیالشون راحت بود که شما با مرغا صحبت میکنید، هم صحبت دارم، مرغ هلال دارم، مرغ هلال میاد با مرغای خانگی جنگ میکرد. همین اونا میدونستن که من سر مثلا نهاری میکنم یا که چوش میخورم، میدونن که اونا در هم پشت خانه هم بازی دارم یا که مرغا قطیه کرد گرفتم. کرد همین قصابی هم نه، یک کرد همین کرچکه پوسکنی از اونا بردم و خواجگیداری. رفتم همو کنده درخچه را میده پوست کردن گرفتم. پوست میکنم، میتروشم، میکنم، باید 2 تا تخته افتم. همین تق بوم ایچ خیلی درچه که یک 10 روز شد بد نمیشه. میگم خیلی رزمی رش تخنی نگرفت، با اندازش این خیلی کرده. همین کار مشغولیتی من هر روزه الکی سر شد. یعنی ساختنی خود، ساختن پای خود. همین سحر تا عبید کار، عبید میبیم نهاری میخوریم، بعد میریم تا بگاهی همون کار. شب که میشه، ایران قصه دارم، ماه مارتی سال 2000 نه، هوا گرم. شب که میشه بعد خوراکی شام، یادم است که کدام ماه هست که مهتاب 14 روزه است، همین که همین خیر کوهستان فضای بدره نیم پره نه پره کدام ماه پره که شب همون کوهستان همین خیر روشنی هایی که من نه همش شام میخورم. طبیعت به کمک شما گویا که همین طبیعت هم میبرم پشت خانه. اینا روز سوس کرده بودم، شب میچسبونم و پیوست میکنم و پارم میپوشم و مشق میکنم در درون باغ. برای چی شب؟ برای که همه خواب هیچ کی باید نبیند مرا، هیچ کی ما باید نبیند. برای اینکه همین معیوبیت کم کم آدم گریز میشه. اگر در سنی خوردی آدم گریزی پیدا، خود جامعه میگه که گریز میمونا آمدن یا که یک نفر دیگه آمد معیوبا رو سر کنید، حالا در ذهنی من همین چیز موند که مرا هیچ کی نبیند. من شب من درون باغ گردش میکنم، مشق میکنم، میبینم گوجه‌ای که کمبودی داره، با پگاه همون کار با اصلاح میکنیم. با شب با مدتی 1 ماه پای ما آماده شد، تیار شد. یک روزی بهاری بود، هنوزم در یادم است که نم باران بود. باران سیم باریده شده که همین الکه کوه و دشت دمان همین سبزه برآمده. سحری خورده بود و اهل تمام خانواده 4 پا از در برآمدن، با زانو برآمدن. بعد 10 مینوت راست در آمدن. تصور نکردم که حاضر همونا در چه حالت قرار میگیرم. وقتی که از در آمدم، من رفتم پشت خانه، دستگاه کاری، میکروزوادی پراتزی خودم رفتم میکروزواد و مرغا رو دانو و مرغ هلال یا برو از قفس سر دادیم، یک باغ گردش کرد، کپکا رو سر دادیم، یک گفتی و پرایگول که کردن و پا پوشیدیم، تفلی رو پوشیدیم، شیما پوشیدیم، خستیم. خیلی ما شب که مشق کردگی بدیم، تمرین کردگی بدیم، دلپور. یعنی که همین قدر دلپور که همه احساس میکنم که من چند سال این خیلی نبودم، گویا که من به همین پا هستم چند ساله. راحت آمدم در خانه را شدم که هنوز اول مردم تاثیر دسترخوان شدگی. وقتی که مرا دیده همه در حالت شاک قرار گرفت که 10 مینوت این زانوش خیلی گشت، این خیلی با پا برگشت. همه خیلی شاک که هیچ که گم نمیزنه. خدا بیامرزی بیبیم از خرسندش همه خیلی گریه رئیس که من حیران شدم، میدم چی بگه چی کو کرد، این چی شد این. من گفتم موقع همون 1 ماه که من یک کارده گرفته بودم این همین پا را ساختم. بعد شما نگفتی که مثلا ما میشه که گفته همین من دیدم نه ما
به دستان خودم. به دستان خودم باید وقتی که مردم قشلاق میدیدم بعضیش حیران میشد، بعضیش الکی آوازا و چیزهای خیالهای افسانوی آمد که گو که از خواب خیست خدا پایشت بود. وقتی که میبودم با ما صحبت میکنن چه کاری میگم پار خودم ساختم، میگفتن باور نمیکنم این شیما بالا میگم خیلی پای این پای از چوب خیلی چوبی پشتی همین خونه پشت سفیدار. انا حاضر از سال 2000 تا هم 2024 یعنی 24 ساله که شما همون پا از فعالیت داره. پایتان انا ما گشت وقتی که مثلا ماه مارت ما ساختیم و اپریل سپتامبری سال 2000 شما به دانشگاه داخل شده، به کالج داخل شده. آمدیم به کالجی آموزگاری. کالجی آموزگاری. بعد حاضر همون سال 2000 سال اموای اما که از نگاه موسیقی سنت بخریس احمد ظاهر بدم که مثلا آوازی احمد ظاهر یا آوازی ملکوتی احمد ظاهر چقدر که هم روح من آرام میکنم، مثلا آهنگ و شعرهای رو گوش میکردم. بعد یک روز همی خواننده شب همشتگی من هم یک چیزی گفت با خودم زمزمه دارم، احساس کردم که هم خانه آرام شد. من هم یک خب کردم نگاه میکنم هم من نگاه دارم. این احساس کردم که من گفتم چی گپ است؟ گفت او بچه تو آواز همسر فورا حافظ شدی چه خیلی آواز خوشم کی همون 2000 وقتی که من به پا خستم و تا ماه سپتامبر من باید داخل شوم الکی چی توی معرکه ای که میشد شما پشتر بوده؟ من را میبردن بلندگویک در دستان؟ من حافظی میکردم الکی آواز من همون سال پیدا شد. یعنی 2000 همه جانبه برای شما یک سالی موفقیت و سالی شکوفایی بود. شکوفایی بود برای اینکه من از همون سالی که از سنی 7 سالگیم که من الکی در مروری مثلا من در یک سال خود من نساختم. بله. در 12 سال من خودم آماده ساختم. من خودم الکی جامعه‌وی کردگی بودم. ولی داخل جامعه نامودم و جمعیتی شدگی بودم. بعد حجت‌ها را گرفتیم آمدیم کالج آموزگاری. او زمان دیرکتوری کالج آموزگاری ناحیه مزشا ملاشا دولت بودن. بسیار انسانی خوب شریف و دانشمند خدا عمرشان دراز کنه. با دستگیری کردن ما 3 سال اونجا را ختم کردیم. از یک جمعیت با یک جمعیتی فعالتر وارد شدیم و از اون جمعیت خیلی فعال بوده. فعال شدم. اونجا مثلا فعالیت خوب نشان دادم. در شعر می نویستم. آهنگ ایجاد میکردیم. حالا آنکه در همین سال 2000 با کم کم ایجاد شعر مشغول می شدم که در چهاربینی مکتب در سبک نادرپور و سهراب و بعد مثلا نشان میدادم مثلا آدمو اونا میگن چه شعر می نویسی دیگه مضمون هم نداره معنی هم نداره چه محکم کنم میموندم که چی شعر بوده گفته. وقتی که میبینم درختان نماز میخوانم بسیار آدم میگن تو چی بسادی یک شعر خوب نویسی درختان نماز میخوانم. بله پرنده ها بله گنجشک چه خوابای صوفیانه میبینم. بله این خیلی گپایی که میشد در اون سن سال من هم با خوابهای توی گنجشک که غریب خیلی بود بفهمم. من این شعرها رو که وای میگم خیلی خلاصه که در جامعه خیلی پوزیتیوی کالج بوستون ما که تمام کردم با خواستم که دانشگاه با زیادتر و تکمیلتر زدم به دانشگاه دولتی خوجند عالی کردن دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بوجان غفوروف داخل شده. داخل شدم. حالا اون که من برای دیپلم عالی هم تلاش نکردم. حالا اون که من میخواستم که با وارد یک جامعه نفتر دیگه شوم که من با میخوام داخل شوم. حالا فکر نمیکنم من معلومات عالی باید گیرم برای اینکه خودی که ما برخوردی ما با جامعه که جامعه من خوب قبول کرده است من احساس میکنم خدای من معلومات عالی اوجه هست الکی. قد سال 2003 من با دانشگاه دولتی خوجند با فاکولته
سخنشناسی داخل شدیم. سال 2008 او را با موفقیت ختم کردیم و در همین مدت دانشگاهی که ما دیپلم اعلی فکر میکنم. دیپلم اعلی ختم کردیم. در همین طول دانشجو بودن ما الکی بس ساحه ادبیات و شعر بسیار حیات فرهنگی همون محفل‌های دانشگاهی الکی من معرفی شدگی بودم. من همچنین یک شاعری نو قلم و بعد با یک کتاب اثرم نوشتم همون زمان با نام آخرین رویای عشق. یک 5 تا حکایه های سوژه های واقعی داشتن. همین قدر تلاش زیاد کردم. در همون ایام دانشجویی یک روزنامه شدم با نام جام جم، روزنامه اطلاعاتی فرهنگی. یک 4-5 دانشجوی فعال جمع شدیم. خوشبختانه هم متاسفانه 3 بار نشر شد، دیگه نشر نشد، دیگه 4م نشر نشد. یعنی که این همون چیزهایی بود که همون زمان من تلاش ما تمام کردیم. سال 2008 بعد آمدیم به دوشنبه. آمدیم جامعه دوشنبه، جامعه فرهنگی، جامعه تمدن آفر، شهر امکانیت های هم اجتماعی هم اقتصادی هم فرهنگی هم معنوی دوشنبه ما را خوب قبول کرد. ما اینجا آمدیم سالی با دانشگاه دولتی دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته مالیه و قرض تمام کردیم و در این مدت در ساحه اقتصاد و بانکداری در بانک مدت 6 سال کار کردم در اگرینویس بانک، سابق اگرینویس بانک. بعد این انا از سال 2017 تا این جانب ما در نظام حفظ اجتماعی کار و فعالیت داریم. هنوز یک راهبر یک تشکیلات جمعیتی هم در این مدت 5-6 ساله که در ساحه حفظ اجتماعی کار و فعالیت دارم. ما هدف و مقصدی من در این ساحه الکی برای توانبخشی شخصیت های معیوب رونق کرده شده است از کار و فعالیت ما. الکی ما در ناحیه کوهستان مسجد، در ناحیه مسجد، در ناحیه نورآباد، در خودی شهر دوشنبه مرکزهای ریابیلیتاسیونی توانبخشی کودکان معیوب تشکیل کردیم که با سرپرستی و مبلغ‌گذاری اگنتی دولتی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان با طریق تندر اشتراک میکنیم که الکی با در خود ناحیه کوهستان مسجد زیاده 120-130 نفر کودکای معیوب توانبخشی کرده ایستادیم. در مسجد نو همچنین ناحیه نورآباد هم در شهر دوشنبه مرکز مقاومت به سودای آدمان و خشونت عائلوی و مهاجرای آسیب پذیر که با همونا هم خدمت رسانی اجتماعی، حقوقی و پسیخولوژی و دیگه روانه کرده ایستادیم. یعنی که تا این جانب ما خود ساختم اومدم. در پهلوی این مثلا ما راه تجارت هم پیش گرفتیم. مثلا آزمایش کردیم. بله بوده یک مدت در سایه تجارت بودیم. مثلا یک مغازه لباسایی که شدیم، لباسای برند لباسای ترکی. بعد چندین تجارت های دیگر هم کار و فعالیت داشتیم. خوب. بعد خلاصی که چقدر معیوب، اگر ما معیوب گفته شینی در مدل خیریوی خودمان تشکل تیم، ما هیچگاه جمعیت ما را قبول نداره. جمعیت همون زمان معیوب قبول میکند که معیوب باید خودش تشکلات خودش باید به جمعیت وارد کنه. اگر که ما وارد کردن نتونیم ما در حاشیه میمونیم. برای در حاشیه موندن چیکار کرد باید کردن؟ باید ما داخلی خودمون تازه کنیم، از کینه و عداوت و بخل و وی و کینه و کدورت بیرون تازه کنیم. چیزهای مثبت اندیشیم، همیشه پوزیتیو باشیم. خداوند ما نه اینکه از بالا خداوند از ما، خداوند باید در وجود خودمون داخل کنیم. از مثال من بگم که من خداوند احساس کردم، من خداوند احساس میکنم،
درک کردم. من درک کردم هست. مثلا هر یک شکستی در زندگی آیسته شکست تولد میکند، عبرت تولد میکند. عبرت همین فرزند شکسته، عبرت خودش پیدا نمیشود. یعنی پشت هر شکست یک موفقیت یک موفقیته. انا دوستانی که قصه کردم برای چی از مثلا شما سوال میتید که ما حیران میشم چه تو خودت پاسختی گرچنده همه داستان قصه کردی بود کردی لیکن من جواب خود ما حالم نگرفتم که تو چه خیلی سختی همینه و عشق بود، یعنی یک نیازی بود که باید شما راه میگشته و اون نیازهایی که در باطن داشته باید عملی میکرده دیگه. منتظری من فکر میکنم خود شما امروز از همین آنهایی که مثلا در سردی ها و در گرمی ها شما رو مثلا به مکتب میبردن، هم روحان و هم قلبان و هم زبانان میندار هسته. 100%. حالا بیننده عزیز، این سبب دعوت خواجه عبدالعزیز به این برنامه ما این بود که آنهایی که شما جسم سالم دارید، یعنی هیچ معلولیت نقص نداره، شکوه میکنید، شکایت میکنید، بهانه تراشی میکنید که مثلا فلان است و فلان است و فلان است. من برای شما یک مثال زنده آوردم که خودشان با زبان خودشان برای شما نقل کردن که یک انسان چگونه میتواند برای آنکه به هدفهای خود رسد با من خود آشتی کند و در جسم تنهای خود یک جمعیت سازد تا اینکه زیبا زندگی کند و ضرب خود را آزماید، برای خودش پا می سازد. این داستان خیلی عجیب و مؤثر است من فکر میکنم. یعنی یک انسان برای خودش پا می سازد تا اینکه به سوی هدفهای خود نزدیک شود و دنبال و هدفهای خود را عملی سازد. خب بیننده عزیز، من فکر میکنم دیگر در این سمت باید شکوه و شکایت و گمانها را باید کنار گذاری، از روی دیوان راحتی زندگیت بیرون شو، خارج شو، یعنی از زون کامفورتت بیرون بیا. در جامعه ما این گونه انسان‌هایی هستند که با چنین دشواری‌ها اینجا خواجه بسیار خاکساری کردن. پایی که ایشان ساختن برای خودشان 7 گلا است. 24 سال باز این پای را خودشان میگردانند و خوشبختانه بعد بسیار شکست‌ها و تلاش‌ها و خسته ناپذیری‌ها و تسلیم نشدن‌ها امروز 17 کارگر دارند و زیاده از 200 نفر را در برابر تربیه کردن معاش میتیند، امرار معاش میتیند و به همین آنهایی که مثلا معلولیت دارند به زندگی امید میبخشند. میفهمید چی میگویم؟ عزیزی دلی برادر، تو که جسمت سالم است، تو که امکانیت های زیاد داری برای پیروزی و موفقیت و جام و یا شربت این موفقیت را چشیدن، تو بسیار امکانیت ها داری، پس یک کار مانده است. تو باید تلاش کنی و از تنبلی رها یابی. خب اینجا مثلا ما حالا 3 هنری خواجه را برای شما نشان میدیم. یکم بسیار میخواهم که یک چند پارچه از احمد ظاهری ناتکرار برای بیننده ما یک زمزمه کنید که بینن که مثلا شما در برابر این آواز بسیار زیبا هم داره. سلامت باشه. باز شما 17 کارگر گفتید، نه من 40 کارگر دارم. دیدید من کم گفتم. در 3 مرکز من 45 کارگر دارم. در بینه مرکزی 17 نفر میشن، درست؟ در نه حاضر در همین دستگاه مرکزی 10 نفر. آبشی همین نظامی که کاری که من در سرش گفت در سرش دایرکتورم. راهبری 40 کارگر، 40 نفر من معاش میدیم. در 3 ناحیه 40 کارمند داره. 40 جای کار تشکیل کرده. زیاده مثلا 300 شخصای نیازمند همین معلولان خدمت رسانی اجتماعی رسانده ایستاده. بهتره. یعنی میشه است. انا کن از احمد ظاهری موسیقی احمد ظاهر همین قدر هنرمندی هست که راستی در زندگی
گرچند میگه که آواز خدا داده است نه کمی آواز من همه ظاهر برآورد چون که ما ژنتیکی خیلی هنرمند نیستیم ما در یک عائله کشاورز تولد شدیم نه که همه ظاهر که زندگی ما با سرود آهنگای اون نفس میکشد که آواز که ما درجه نرسیدیم تا اندازه حقی احمد ظاهر خانی را هم نداریم ما نه خمی نخوی زی همراهان جدایی مصلحت نیست سفر بیرا شنایی مصلحت نیست سفر بیرا شنایی مصلحت نیست چو ملک و پادشاهی دیده باشی چو ملک و پادشاهی دیده باشی پس از شاهی گدایی مصلحت نیست زی همراهان جدایی مصلحت نیست چو پاداری برو دست بجنبان چو پاداری برو دست بجنبان تو را به دست و پایی مصلحت نیست تو را به دست و پایی مصلحت نیست زی همراهان جدایی مصلحت نیست. براو آفرین و چی که چند وقت نخونده و یالی بهترین. یعنی بیننده عزیز مثلا بسیار هنرهای دیگر هم دارند و پیام ما در این برنامه برای شما عزیز چیست؟ یعنی اینکه در جامعه امروزی ما که مثلا امکانات ها خیلی زیادن هیچ جای بهانه دیگر وجود ندارد. اول یعنی ما کتابی بسیار جالبی را هم چاپ کرده بودیم با نام قدرت مثبت اندیشی. یعنی اول ما باید مثبت اندیشی را باید تلقین کنیم، در خود ما باید رشد دیم تا اینکه ما باید مثل مشت دادنی آواز، مثل مشت دادنی موشک ها مثلا و با امثال این ما باید اول مثبت اندیشی را باید مشق کنیم، تمرین کنیم و اون فکرهای منفی را از خود دور کنیم تا اینکه اندیشی زیبا هست که زندگی زیبا را برای انسانیت خلق میکند. و عبدالعزیز این برادری بسیار عزیزی ما که مثلا این گونه مشکلی ها داشتند و توانستن که مثلا شما خودتون ببینید که وقتی که چندین بیمارخانه مراجعت میکنن میگن که ما این گونه کار را انجام داده نمیتوانیم به خاطر اینکه این کار را انجام دهیم ما باید بسیار کارها زینه ها رو باید گذاریم. لیکن خواجه میتونستن که مثل بسیار انسان های دیگر مثلا همون روی دیوان را اجاره گیرن و همه وقت دراز کشن منتظر مونن که تا یک کسی بیاد به سراغ ایشان. وقتی که درباره داستان زندگی نامی خواجه عبدالعزیز من حرف میزنم یک داستان بسیار زیبا پیش نظرم میاد و میخوام که اون رو پیش شما عزیزان گردانم. نقل میکنن سالهای پیش یک نفر می آید نزد اوساخال گویم یعنی راهبری ده می بیاید و از اون میگه که من امروز یک ضیافت می آرایم و بیاید مثلا پیران ده را دعوت کنید تا اینکه ما یک جا مثلا خوراک استعمال کنیم و مرا به یک شهر دور که سفر دارم و من یک دعا دیه تا اینکه من رفته مثلا بعد سفر برگشتم بیایم زندگی زیبا رو برای دیگران سازم. خلاصه این مرد یعنی اوساخال ده پیران ده بسیار از این کار شاد میشوند و میگویند این نفر را دعا میدین. خوب این میرود، این نفر میرود عذاب میکشد، مشقت میکشد، یک خسته میشود، در زیر یک درخت تکیه میکند، یکی چشمش به یک زاغ میافتد که یک پا نداشت، روی یک شاخه شیشته است، یک پا ندارد و پس از چند دقیقه عقاب برای او خوراک میبیارد. اون زاغ استعمال میکند، میگه واه، میگه این قدرت بین که میگه خدا میگه برای این زاغ خوراک میدهد.
و وقتی که چشمش میپوشد خواب میکند، بعد چند وقت بیدار میشود که این عقاب باز برای این زاغ آب آورد ایستاد و خلاصه این شب استراحت میکرد. به پگاه میخیزد که پگاه با همین کار و این هم میگوید که من چی میگد از کودک و از فرزندانم دور میشوم، دور زندگی میکنم. میگد بیا، میگد من میروم، میگد مثل این زاغ میگد خداوند ریسکی مرا میدهد، در همونجا مثل که زندگی میکنم همون زندگی رو دوام میدیم. خلاصه از رأیش میگرد، از سفر بر میگرد، میآید به خانه و یک روز این سرداری ده او رو میبینند، میگه میگه ما با تو دو بودیم تا اینکه تو به شهر سفر کنی و بعدی مثلا کار و مثلا تجارت بیایی، زندگیت رو پیش ببری، چی شد که تو رو ما امروز اینجا میبینیم؟ بعد همین داستانی زاغ و عقاب رو برایش نقل میکنن و این سردار ده میگوید که تو میگد بچه‌م همون حالتی که تو این منظره رو دیدی حق انتخاب کردن داشتی. اگر تو راحت رو دوام میدادی، تو مثل عقاب آمده مردم رو خوراک میدادی و امروز تو که برگشتی، تو همون زاغ یک پایه هستی. مثلا تو منتظر میمونی که کی میاد به تو کمک میکنن. و من فکر میکنم این داستان رو خواجه بسیار زیبا درک کردن در حیات خود که امروز گفتن نه، من اینجا نمیشتم، من منتظری کسی نمیمونم، من خودم تلاش میکنم، غلطم میخیزم. اگر که مثلا این بسیار داستانی عجیب بود برای من که انسان میتواند برای خودش یک زندگی سازد، یک زندگی خلق کند و شما هم بیننده عزیز میتوانید که برای خودتان یک زندگی درست بنیاد کنید و یک اون مثل عقاب باشید که دیگران رو مثلا دستگیری کنید، دیگران رو یارسانید، و یا میتوان مثل یک زاغ باشید که همه وقت منتظر باشید شکایت کنید، شکوه کنید، گیله کنید، از زندگی ناراضگی کنید و این ناراضگی ها هیچ وقت ما را به پیش برده نمیتوانند. تنها اندیشه و مثبت بینی و مثبت اندیشی ماست که زندگی زیبا رو برای ما خلق میکند. خواجه بسیار خوش آمده دارم. میخواستم که در سیمای مبارکی شما برای بیننده عزیز ما این پیام رو رسانم که در جامعه امروزه هیچ بهانه برای رشد کردن وجود ندارد. برای بیننده مرکز خرد خواجه در آخر چی گفتنی هسته؟ بسیار خوب. ما پیش از همه به دستاندرکاران این برنامه بخصوص شما سلامت و احسان جان با مرکز خرد واقعا به همون نامش معلوم است که رسالتی خردی و ذکاوتمندی و دانشمندی خود را اجرا کرده ایستاده است و امروز در جامعه که با همین قدر رشد تکنولوژی نانو تکنولوژی پیشروی، با من مرکز خرد در قطار در پهلوی رشد تکنولوژی هنوز هم رشد کتاب و کتابداری و کتاب خوندی را به پیش برده ایستاده است. این بسیار یک کاری سهل نیست، بسیار کاری سخت است که مردم هم مثلا کتاب پیشنهاد کردن. امروز یک اقدام خیلی خوب کرد در همین زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان که فضای استقلالیت بسیار امکانات که شرایط های فراهم آورد، مرکز خرد هم در همین ردیف قرار دارد. امروز در جامعه ما بسیار خدمت های فرهنگی و معنویش برملا است، همه میدونن. حتی در مغازه ها میریم ما کتاب ها دسترس است. پیشتر مثلا کتابخانه ها میرفتیم، واسه در مغازه ها ما کتاب ها رو میتونیم، کتاب های درکاری که این همش از همین چیزی مرکز خرد. امیدوارم که در آینده باز هم موفقیت های بی‌نظیر به کمند همین مرکز موفقیت بی‌نظیر آرزو میکنم که برای همین ملت و همین دولت و همین کشور خدمت های شایان با انجام رسانند. موفقیت، کامیابی، سعادتمندی به شما. سلام. خیلی خوش شدم.